میگه بیاید سمت مردم، چون اسد وقتی رفت نیروهاشو به خودش نبرد. چرا مردم رو فریب میدید؟ من رشتم مطالعات همین منطقه بوده، سوریه زندگی کردم، تعجب میکنم چرا به مردم نمیگید وقتی اسد رفت فرداش اسرائیل وارد خاک سوریه شده و 40% این کشور را تا همین الان اشغال کرده؟ چرا نمیگید فقط توی 3 روز اسرائیل 80% سیستم دفاع هوایی سوریه رو نابود کرد؟ چرا نمیگین تا همین امروز که شما نشستید و سوریه رو مدل سازی میکنید واسه ما 600 بار به سوریه حمله شده؟ چرا نمیگیم فقط توی 6 ماه اول انتقال این قدرت که اصلا کار ندارم دست نشونده خود غربیاست، ولی 7670 نفر انسان قربانی خشونت داخلی شدن و 2100 نفرم اعدامای خیابانی بی حساب کتاب و چند هزار نفرم مفقود. چرا نمیگین مردم سوریه کلا 2-3 ساعت برق دارن در روز و دسترسی به آب سالمشون الان 40% کمتر از قبل شده چون تاسیسات و لوله هاشون تو همین حملات از بین رفت؟ چرا نمیگین که با برداشتن تحریما هنوز انقدر هزینه بازسازی ویرانی و فساد اقتصادیش بالاست که از 10 نفر 9 نفر زیر خط فقر اعلام شدن؟ و چرا ما باید اینقدر اطلاعاتمون کم باشه که به جای اعتراضی که حقمونه بیافتیم تو زمین دشمن و براشون جاده آسفالت کنیم تا ایران و سوریه کنن؟ واقعا چرا؟